مادر است که از معنویات جامعه می اندیشد. اما در برابر دانش سنت‌های والای ملی را نیز جاری کردن می‌خواهد. ما مادران همه وقت باید برای کودکانمان نمونه عبرت باشیم. کدبانویی که از هنرهای مادر خود یاد می‌آورد و می‌خواهد فرزندان آن را ادامه دهند. مادرم باز با ما در وقت تیار کردن خودش میگفت که مادرم یعنی بیبیمون با پختن خوراک‌های ملی خیلی کدبانوی خوبی بوده است. برای یک دختر بچه بزرگترین و عالی‌ترین میراثی که از مادرش میگیرد چی بوده میتواند؟ نزاکت و همون زیبایی که مادران دارن و لباسپوشیشون و گفتارشون. شهد زحمت و مهنت و محبت یک زن در زندگی احترام فرزندان است که امروز این مادر از این شهد بهره میبرد. جوی محبت و نوازش مادر رو هیچ چیز پر کردن نمیتواند. مادر فرشته ای که از مهر و محبت بیکنارش زندگی رنگ میگیرد. مادرم هر روز ما را با محبت تربیت میکرد و میفهموند که احترام به دیگران در جای اول میایستد. برنامه مادر آغاز هستی، شام 8 مرد در تلویزیون علم و طبیعت.